دیوانی خوکنی حقی زنکه میتونه شو شرح نتاده بولی ام دیوان ما هر شای وخی همین مسئله دا ما ظلم میکنیم بخلو یک برادر انا زنگیر شید انا یک بگیم یک گراجنامین افغانستان در در پاسپورت افغانستان یک از کار میکرده است دختری همو را معقول کرده است مقصد گرفتنی شید این والله الان سال 2006 2007 بوده خیلی شید بعد خوشگوری بود مراکه همون آدم انا همنومی ما بوده است همون برادر افغان احترام میکرده است احترام میکرده است نمازخوانی و گفتم میشناسم یا خوشگوری بریم رفتیم بسیار خوب قبول میکرد او عزت میکرد هیروی بوده است هیرات مردم هیرات بعد گفتیم من بخیر گفت بسیار خوب دختر دید است همین بچه‌ها گفتیم ما یا دید دیارم معقول کرده یا قبول ای گفت بسیار خوب مهری دخترم یا یک خانه ها ها بچه گفتیم وزبینی بعد گرفتیم گفت چی وزبینی در همه افغانستان جنگ زده که همه خراب شده است مهری دختر ایز زیادتره کرد درست پس یک گپ خور میشه میزنه دختر پیش میکنه میمونه به صاحب باخی حکمت مهر همی ای که وقتی سرش داد طلاقش داد زنگه بیچاره دیگه گردنک شکایده شوه که برای مسکونم کنه همون پول داشته باشه که یک کوارتیره که بگیره چند مدت امام زندگی کنه تا وقتی شوهری نو کردن شه انا میرم ما متاسفانه پایمال میکنیم زیر پا میکنیم همینجا هم بسیار نامردی ایده همه اوخی یک کارایی که نه با قاعده شریعت ما عمل میکنیم نه با قاعده قانون حکومت عمل میکنیم میخوایم هر دشه اوخش کنیم که نمیشه ده تربوز ده یک دست شخل میکنیم نمیشه یک دو نکنیم و بچیزیم نوجود هر کی باشه او حقی حلالی همو هیچ که حقی تجاوز نداره از درجور همون سوال آبی شما کرد او نمازتون خلاص کنه که من مسافرم اتیم الصلاتکم انا قوم سفر پیغمبر هم خیلی میگفت اصلا همون اعلام پیش ای نماز نیست بعد نماز ای ما برای که نمیخیلی ما بود یک کس در وقت ابتدای نماز ایتنا اومد بعدتر اومد بفهمه همین سلام دادی بگو اتیم الصلاتکم و انا قوم سفر یا که انا مسافر بگو همین قبول انشالله او میفهمن بله انا حالتای میشه که یک کس موز خونده سی نمیدونی که باید فرض خونده است یا کسی نه حالا چیکار کردن فرض خونده است میشه که مثال اومدی ها خفاش اقتدا کردی اما آدمی به عقل باشه مثال اگر نمازی فرض باشه تکبیرها رو بلند میگن تکبیرهای انتقالی را همین بلند که گفت معلومه که همین فرض این وقت را خونده است نه که اگر نمازی نفل باشه همون تکبیرها رو بلند نمیگن بلند که نگفت خودت حس میکنه که بگی همین مقصد که نماز نفل سلامتی ای سرس ولی فرض مقصد اقتدای تو با او درست نمیشه اقتدای مفترض با متنفل درست نیست شخص نفل میکنه از قفوش نماز فرض که کرده درست نیست انا مسئله زکات همین زکات سلوش دیگه که اون سوش فراموش کردگی یا که دودگی نیستی همین مثلا اون کس خیر میکنه یا که اون سخاوت میکنه در همون اگر بنیت زکات کنی اما آدمی را که خیر میکنی حقیقتا مصرف زکات باشه میشه نیت زکات در زکات نیت فرضه نیتت باید زکات باشه زکاتی پیشینه بعد همون آدمی که میتیش بدونه که همین کمبغل است اگر وای باشه ما نمیگم یک آدمی باشه که دو را پول سال چورا دو دورم میگه من ندارم نمیپرسم نمیدونی که ندارم اگر بدونی که اگر ندونی که دوره دودی انشالله از ایمایت ساقید میشه و خودش مردم میشه نه که اگر شبهه داشته باشی نه برای همین زکات پوشیده دادنش خوبه ثوابی بیشتر داره و این تخفوها و تعطوها فهو الخیر لکم اگر به شرطی که همون خیر صدقاتون الله میگه که پوشیده بتین مقصد که کمبغل صاحب مال کرده برای شما را ثوابش بیشتره بهتره علما میگن با استثنای زکات بهتر است که اعلان کرده بودی اشکار بودی چرا؟ یا آدم میتی او خیال میکنه هدیه هم داده است اگر نگفتی دیدی؟ نه که اگر تو گفتی زکات های مثال اگر خدا ترس باشه مسلمان باشه و مصرف زکات نباشه میگه ما در زکات نمیشوه مودا نمیشوه زکات نه که اگر مقصد که خدای نکرده فاسق و فاجر باشه و اشکار نکنه مادام که تو نمیدونی که این مقصد مصرف زکات نیسته یا دادگی خلاص شدی تو نمیدونی که انا ثانیاً
یک آدم میبینه بچه میگه این مردکو زکات میدادیم که این زکات فرض بوده است که ما چی کمی داریم بیمارم بتیم سبب تحریک دیگران میشود همین خاطر زکات بهتر است که آشکار بود. خدا حفظ ای کی مسلمانی و بینای مسلمانی چند تای همه قوری از یاد میدونن به خاطر که میقپیدن به خدا قصد میپرسیدن و اگر نمیدونستی گوشت میقپیدن 180 گراد استو میدادن همه چیزا استا از بین رفت دیگه اینا بی همین بین نهایت مهم است بسیار لازم است این سوالای حیاتی است حقیقتا این تیمم بسیار مهم است تیمم خلیفه وضو است خلیفه غسل است در تیمم بچه‌ها 4 فرض است این پریموی اودارای بکی همه داخل در تیمم 4 فرض است اول نیت کردن نیت در تیمم فرض است به نیت تیمم نمیشود طهارت در نیت سنت است نگی در تیمم نیت فرض است دوم قصدی چیزی پاک کردن از جنس زمین هر چیزی باشه از جنس زمین پاک باشه یعنی بولش نجاست آلود نباشه جنس زمین کشید خاک میشود ای همه بهتر خاک است سنگ میشود خم میشود اوحک میشود گچ میشود همه چیزا جنس زمین است اینا مثلا در تنه اینای دیوال تیمم کرده نمیشود ابوی داره این کاغذ است هر چیزی که در علو میسوزه هر چیزی که او میشود او نمیشه تیمم نه که اگر بالای همه گرد غبار داشته باشه چند مدت اگر به شرط خونه هم تا صحیح باشه و گرد غبار روشه که همین تا بزنی که چند شود تیمم بشه نیت میکنم من نیت فرض است همین بر شنبه و پنجشنبه بیام چی میشه نیت قضای رمضان قطعی میگه نیت قضا ایتا نفل نیت میکنیم کم روزای دوشنبه لیکن ایشب نیت قضای رمضان کن میشه ان شاء الله حساب کنه سوال کنم میگن نه دوشنبه پنجشنبه نمیشه نه چی نه نه یکش فقط کفارت است اینا مثلا یک آدم سالم تندرست روزه را خورد یک روز شه خورد کفارت واجب میشه در کلش مرده 2 ماه پای در پای باید بگیره یه روزش نه همین یه ماه هم بخری هموای یه روز هم بخری هموای این کفارت است و برای جنایتی کردگیش جزای جنایت الان اگر در همین مدت اینا 50 روز روزه گرفت یک روز مردک باشه کسل شوه بخره با شد ایسر اینا سر میشه خیلی زنک عذر دوره زنک اگر حیز ببینه با هم حیزش که خوشی با دوام میتن تا درجه لیسله دوی لیکن مردک یگان خیلی دیگه رجوع نداره برای همین بسیار احتیاط کردن در اگر تمام مال دنیا را هم بتی کفارت نمیشه بله او خیر شی عادتا او پول کی میته فدیه روزه را شخصای میته که دیگه قوت امکان روزه گرفتن ندارن اما کسلیشو تا مرگ منجر دیگه یگان وقت ساعت نمیشود یا مسافدایی که شیخ فونیشو میگن که دیگه علاقه تمام کردگیانو بیچاره انا ودا میشود ای آدمایی که امکانی ساعت شدن دوران ساعت میشوند اینو در فدیه نیست اینو در قضا سوالی که تفسیر همین ملابرا میکنه صاحب چند کدوم حق جواب دادن مثلا همین آدمی که مثلا خیر سخاوت میکنه و همه کارش هستی که نماز نمیخونه همین آدم یه جمعه رو نمیره خیر سخاوت میکنه که نماز نمیخونه درش نمیگذره چند سامر مورد چند آدم سوال نماز فرض خدا است بزرگترین عبادت است نبی مقصد که درباره نماز تا سحر که میگیم گفت تمام نمیشه روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود فردا روز قیامت اول چیزی که میپرسند نماز است حتی اگر میشود نه که اگر قبول نشید اینجا سرکلافون پلیس رو در بالای دوزخ است اگر مسئله که شخصی که نماز قصداً ترک میکنه مرتکب گناه کبیره شک نیست این گناه کبیره است این که مجازات میشود شک نیست اما یک چی مسلم است هر کسی که ایمان داره اگر ذره هم ایمان باشه ایمان به خدا داره ایمان به پیغمبرو داره ایمان به کتاب‌های آسمانی داره ایمان به روز آخرت داره این مقصد انا بله همین ایمانی در باور داشته باشه این مؤمن است شاید مؤمن فاسق باشه نه که مؤمن است مؤمن حتما روز میشود که ای دوزخ برآورده و داخل جنت کرده میشود نه که او چند قدم میکنه در دوزخ خدا خودش داناتره لابسین فیها احقابا
در اونجا میگه حق پشت حق قرار میگیرن، هر حکمش ای 50 تا 80 سال ای. اما یک روز نه یک روز حتما روزی میشوه که آخرون مؤمنه ای دوزخ میبرورن داخل جنت میکنن. در خبر اومده است میگه صوفیانی فوق رو اول با دوزخ میبرن، شستشویش میکنند، بعد به جنت. انا همین اونگاه با دوزخ میبرن، مقصد در بالای پل صراط میگذرن، پیغمبرها ای بالای پل صراط میگذرن، صوفیا ای بالای پل صراط. انا ما اول یک آیه قرآن هم هست ها میگه کان علی ربک حتما مقضیه. انا هر کدام شما وارد میشوه، میگه در دوزخ وارد میشوه. وارد شدن ای داخل شدن فرق داره، یعنی که میگذره ای بالاش میگذره. همین پل صراط این همین دوزخ باشه، ای بالا این پرتفتگی ای اوس جنت ای هم بالا خطی میگذره جنت میروه. حتما الا واردها، حتما میگه میگذرن ای همین. بعضی آدمی هستن که مثل برق جهنم میگذرن، آدمی هستن که در همین چشم به هم زدن میگذرش، آدمی هستن که در اسب تازی در شتاب کرده میروه، آدمی هست که در خرکی لنگیده میروه، در بالای اونم قربانی های کشتگی سوار استهاگ میره. هست آدمی که یک قدم میزنه و میسته، یک قدم میزنه و میسته. اما ایشون خوری را من گفتم که همین پیری عجب نعمت دولت های مراد همی های. هر کسی که یک مو در اسلام سفید کنه، فردا روز قیامت این نور پروژکت، این همین مو پروژکتر میشوه، پیش روشن میکنه. هستن مسلمانایی که ممکن 1 کیلومتر پیش روشن کنه، او بالای پل صراط ظلمت های پیش پوتا نمیبینی. هست آدمی که چند یک فنریک های نوروش. هستن مؤمنایی که میگه همون فنریک در همین نوکه که چریک شهران که همون کتایست که وری ملمت میکنه، بعضا گریون میشه با میمورد است. همین که گریون شید یک قدمک میزنه که مرد با میگه همجاش قرار میکنه. آتش جهنم حتی پهلوهاشون میسوزونه، میگه داد و فیقان کده میگذرن. دوله محترم شیخ کیرا میگه صوفی، شیخ کیرا میگه صوفی. بعد تقسیم میراد یک تا کوتاه تا ماشاءالله. کی او شیخان کی او صوفی، بعد همین تقسیم شما میگه. اصلا شیخ با معنای رئیس رهبر میشه. اینا فرض کردیم سردارای قبیله عرب شیوخ بودن. شیخ العرب یعنی که هم سرور ای، رهبر ای. بعدا اویسته همین نام شیخ در علما گذشت، علمای دین در شیخ. اینا مثلا وقتی که در سیاست شیخین بگن، غرض ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما. وقتی که در فقه حنفی، در فقه ما شیخین که بگن، مقصد امام اعظم ابو حنیفه و امام ابو یوسف القاضی رحمت الله علیه. اگر به شرطی که در علم حدیث شیخین بگن، غرض بخاری و مسلم های که صاحب صحیحین هستند کو، یعنی شیخ به معنای رهبر، رئیس، سردار طایفه و امتری می آید. بعدا آیسته همین شیخ عادتا همین اهل علم، اهل دین گفتن. در عرب مثال مسافد باشه اگر میگن شیخون ابیض و شعر، یعنی که ریش سفید، شیخی ریش سفید. مسافد پروستاتک شیخ نمیشه. میگه اگر شیخش بگن میگن شیخون ابیض و شعر. خب این مسئله شیخ بود. مسئله صوفی، در اطراف کلمه صوفی که از کدام ریشه گرفته شده است، بین علما یک کم اختلاف هست. بعضیا گفتن که صوفی از کلمه صوف گرفته شده گیاه. از بس که پشمینه میپوشیدن، صوف پشم گوسفند نمیگن در عربی. همون چیزی که میپوشیدن و جامه‌ای که میپوشیدن ای پشم گوسفند درست میشید است. در تنه لیچ هم را میپوشیدن. تنه لیچ در گرمی وقتی که پشم بپوشی تنه را میخره کو، ناراحت میشه. برای اون که زجر اذیتی بیشتر بکشن و خدا را زیادتر یاد کنن، مخصوص هم داری پشمینه میپوشیدن. همین صوفیا همین مقصد عابدا اهل میگن کلمه صوفی از همون صوف گرفته شده، صوفی عربی. بعضیا گفتن که خاصتا عارفان نه میگن صوفی ای صاف گرفته شده، یعنی شخصی که قلبش مصفا میکنه. مقصد نیتش میگه که قلب باید صاف شود، مصفا شود، در اون دیگه یگان گرد نمونه. انا ای ریشه صاف که گرفته شده. ولی شیخ که خواجه حافظ میگه که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در سینه بماند، که در شیشه بماند 40. شراب وقتی صاف میشود که 40 روز در شیشه بماند تحشیش شود. یعنی قلب وقتی پاک میشود که
همون صوفی چیله بشینه حجره بشینه معنی گپش همین وقتی که قلب صاف شد همون آدم میگن صوفی این قول همین اصطلاحی خیلی همون عارفا همی است خب این فیلسوفا بعضیش حتی میگن که مخصوصا مستشرقا میگن این صوفی هم ریشه انا چی گرفته صفیزم بود که در حتی همین سفسطه شد اخیر در علم فلسفه یونانی قدیم این صوفیستایی‌ها هم میگن بله اما صوفیستا گرفته شده نه که این گپ غلطه این بافته خیالی مستشرق‌ها است به هر وجه صورت اگر ایم ریشه صاف بگیم بهتر و خوبتر است برای آنکه نه همه صوفی‌ها پشمینه پوش بدن و حضرت شیخ عطار میگه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست با یک جامه را دیگه کردن لباس پوشیدن تو صوفی نمیشه تگر جامه بگردانی روا نیست که کار او به دستار و قبا نیست ولیکن گر توانی همچه مردان زی جامه در گذر دل را بگردان اگر مردکی انا دل پاکیزه که انا بعد صوفی میشه انا تقصیر اصلا از ریشه همین قصر گرفته شده قصر یا قصر و تقصیرن به معنی کمبودی کمی ناقصی پیش میگفتن که من مقصرم یعنی من پیش پرتکی کرده استم میبخشی من کمبودی کرده استم وقتی به یک بزرگ مراجعه میکردن میگفتن من مقصرم یعنی من گناهکارم که پیش پرتکی کرده استم بنده که همین سوال ما جواب بگو هم دسته یا که تقصیر یعنی تقصیری من همین کمبودی من است که مقصد در محفل باید گپ نزنم گپ زدشتم اویسته او مقصر تقصیری من اوش رفت یاسو همین کلمه تقصیر خوریمون خیال میکنه این تقصیر جناب میشوه نباشه اصلا او تقصیرم ای یعنی من این کمبودی من گفتنی گپ ای ام شپار توفتیم تقصیر خوری را موندیم رنگ یعنی مخصوم وریوخی اصل یعنی مخصوم مخدوم ای از ریشه خدمه یخدیمو مخدوم یعنی خدمت شونده کسی که لایق خدمت ای که خدمتش کنن مردم در صورتی که مخصوم ای ریشه خصم ای به معنای دشمن داشته شده تماما معنیش بزیبای اویستو همین کلمه دول در زبان سه شید دیگر مخصوم میتونیم بگردیم هم کسایی را که بابای مخصوم میگه بابای مخدوم بگه این خیلی اکه خیلی چه بگم در زبان مردمی در زبان عوام زیاد های اوقات میگیم که اصل اوقات اقوات های اوقات جمعی وقت های وقت ها میشود ما میگیم اوقات بخور ای اقوات های قوت ای ریشه قوت یعنی قوت طعام بخور همین چیزا در زبان وجود داره میگم کلمه همین تقصیر میگیم که اگر گفتنی شیده بهترش نگیم دیگه تقصیرم او بطره تقصیر نیست تقصیر من یعنی کمبودی از من است